ترامپ هر لحظه داره تهدید میکنه که ایران رو بمبارون میکنم، حمله نظامی میکنن. تو به عنوان یه دهه 90 آیا ترسی داری از این تهدیدات؟ نه، ترامپ خونخوار. میخوام یه چیزی به این ترامپ خونخوار بگم. ترامپ خونخوار، ما دانش آموزای ایرانی جلوت وای میستیم. اونی که خون شهدای ما، مردم ما رو ریختی، فکر میکنی برنده شدی؟ خیر، ما بزرگ میشیم، ما به سربازای ایران تبدیل میشیم، ما جلوت وای میستیم، ما خودت و کشورتو با خاک یکسان میکنیم. اگر یه جمله بخوای به رهبرمون بگی اون جمله چیه؟ ممنون از این که کشور رو اینقدر خوب مدیریت میکنید، همیشه جملات انگیزشی میگید و در ایران شادی را برپا میکنید. ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون، اگر این تهدید رو عملی کنن ما هم تهدید رو عملی میکنیم.